سلام، دکتر حقانی‌فر هستم، پزشک و مدرس زبان آلمانی. توی این ویدیو قرار هست با همدیگه یاد بگیریم که چطور خودمون رو برای تایل سوم بخش موندریش آزمون تلک آماده کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. توی این کانال قرار هر هفته یک ویدیوی جدید در رابطه با آمادگی آزمون تلک منتشر کنم. پس برای اینکه از ویدیوهای بعدی این کانال مطلع بشید، ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. همچنین قبلا یک سری ویدیوهای دیگه در مورد آزمون تلک توی همین کانال آپلود کردم که توصیه میکنم حتما اون ویدیوها رو هم تماشا کنید. اول بگیم که توی تایل 3 از بخش موندلیش چی از ما میخواد. تایل سوم که بهش پروبلم لوزون گفته میشه، در واقع یک وظیفه رو به شما و پارتنرتون محول میکنه و از شما میخواد در مورد اون وظیفه یا aufgabe‌ای که بهتون محول شده با همدیگه برنامه ریزی کنید. این وظیفه میتونه برنامه ریزی برای یک سفر یا برگزاری یک نمایشگاه یا کمک کردن به یک دوست باشه. در این قسمت شما باید یک چارچوب کلی رو رعایت کنید که از 6 قسمت تشکیل شده. قسمت اول aufgabe nennen هست. یعنی اون کسی که شروع کننده صحبت هست بایستی موضوع رو با طرف مقابل در میون بذاره و ازش بخواد که توی این کار بهش کمک کنه. بعدی etwas vorschlagen یا همون پیشنهاد دادن هست. شما باید برای انجام دادن اون کار یک سری پیشنهادات به پارتنرتون بدید. مثلا سوال از شما خواسته با دوستانتون به سینما برید. شما پیشنهاد میکنید که بهتره آخر هفته بریم سینما. شماره 3 auf den Partner eingehen. یعنی باید نظر پارتنرتون رو در مورد اون پیشنهادی که دادید بپرسید. که پارتنرتون میتونه zustimmen oder widersprechen بکنه. یعنی چی؟ یعنی یا موافقت بکنه با اون پیشنهاد شما یا مخالفت کنه. که در ادامه یک سری قید میتل برای بیان موافقت و مخالفت براتون آوردم که میتونید از این جملات استفاده کنید. و آخریش zum Abschluss kommen. یعنی باید خلاصه ای از چیزایی که با پارتنرتون برنامه ریختین رو بگین و یک جمع‌بندی از صحبتاتون داشته باشید. برای تمامی این مواردی که گفتم یک سری جملات آماده شده از قبل وجود داره که اصطلاحاً قید میتل گفته میشن. این جملات رو شما قبل از آزمون باید حفظ کنید تا سر جلسه با تسلط بیشتری بتونید صحبت کنید. خب حالا چطور میتونیم در مورد وظیفه‌ای که بهمون محول شده صحبت کنیم و اون رو با پارتنرمون در میون بگذاریم؟ در اینجا 2 تا قید میتل برای شما عزیزان آوردم. Nummer 1. Wie du weißt, sollen wir bla 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 organisieren. یعنی همونطور که میدونی ما بایستی که فلان چیز رو سازماندهی کنیم یا برنامه ریزی کنیم. تو این جای خالی میتونیم مثلا Veranstaltung oder Infotag oder Reise قرار بدیم و تقریبا برای تمامی aufgabe هایی که توی آزمون به شما داده میشه شما میتونید از این قید میتل برای بیان صورت مسئله و صورت سوال استفاده کنید. Nummer 2. Unsere Aufgabe ist es, bla 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 zu planen. یعنی چی؟ یعنی وظیفه ما اینه که چیزی رو برنامه ریزی کنیم. Zum Beispiel, unsere Aufgabe ist es, eine Reise zu planen oder eine Veranstaltung zu planen. شماره 2 etwas vorschlagen که گفتم یعنی بایستی یک پیشنهادی رو به پارتنرتون بدید. برای پیشنهاد دادن میتونید از این 5 تا قید میتلی که اینجا آوردم استفاده کنید. Nummer 1. Ich finde oder ich denke oder ich meine dass. اینجا میتونید پیشنهاد خودتون رو بعد از das بیان کنید. Nummer 2. Meiner Meinung nach sollten wir
بلا بلا بلا. به نظر من بایستی که ما مثلا فلان کار رو انجام بدیم. Nummer 3 Ich schlage vor, dass wir bla 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 bla. یعنی من پیشنهاد میکنم که ما مثلا دوشنبه بریم سفر یا ما مثلا آخر هفته نمایشگاه رو برگزار کنیم. Nummer 4 Mein Vorschlag ist, dass wir میگه که پیشنهاد من اینه که ما، حالا پیشنهاد خودتون رو میگید. Nummer 5 Es wäre gut, wenn wir bla 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 bla. میگه که خوب میشه اگر ما مثلا شب رو توی چادر بخوابیم. حالا اگر سفر بود. یا مثلا Es wäre gut, wenn wir zusammen spazieren gehen. که مثلا ما دست جمعی با هم بریم پیاده روی. حالا ما یک پیشنهادی رو دادیم. اینجا باید نظر پارتنرمون رو در مورد پیشنهادمون بپرسیم. میتونیم از این چند تا قاعده میتلی که اینجا آوردم استفاده کنیم. Nummer 1 Was meinst du dazu? oder Was sagst du dazu? یعنی نظر چیه؟ چی میگی دربارش؟ Was hältst du davon? چه فکری میکنی دربارش؟ Was ist deine Meinung? نظرت چیه؟ Was schlägst du vor? چی پیشنهاد میکنی؟ Hast du einen anderen Vorschlag? پیشنهاد دیگه ای داری؟ Hast du eine bessere Idee? ایده بهتری داری؟ که پارتنر اینجا به شما جواب میده و حالا یا باهاتون موافقت میکنه یا مخالفت. چطوری میتونیم موافقت خودمون رو اعلام کنیم؟ Nummer 1 Das ist eine gute Idee. این ایده خوبیه. Nummer 2 Das ist ein guter Vorschlag. oder Das ist ein guter Plan. این یک پیشنهاد یا برنامه خوبه. Ich bin ganz deiner Meinung. من کاملا هم عقیده با تو هم. Ich bin der gleichen Meinung wie du. نظر من دقیقاً مثل توه. Ich stimme dir zu. من باهات موافقم. Du hast recht. تو حق داری یا تو درست میگی. و اگر بخوایم مخالفت خودمون رو اعلام کنیم میتونیم از این جملات استفاده کنیم. Nein, ich halte das für keine gute Idee. به نظرم اصلا ایده خوبی نیست. Nummer 2 Ich bin nicht deiner Meinung. من نظر تو رو قبول ندارم. Ich sehe das anders als du. من این رو متفاوت نسبت به تو میبینم. Nummer 4 Da muss ich dir widersprechen. من اینجا بایستی که با تو مخالفت کنم. Nummer 5 Ich habe einen besseren Vorschlag. من یک پیشنهاد بهتر دارم. Nummer 6 Ich habe eine bessere Idee. من یک ایده بهتر دارم. در آخر هم که گفتم باید یک خلاصه از اون پلنی که با پارتنرمون ریختیم رو بیان کنیم. در اینجا میتونیم از این 3 تا قاعده میتل که براتون آوردم استفاده کنیم. Nummer 1 Ich fasse noch einmal zusammen, was wir geplant haben. من یک بار دیگه خلاصه میکنم اون چیزی که با هم برنامه ریختیم. و در ادامه اون برنامه‌ای که ریختیم رو خلاصه میکنیم و نام میبریم. Nummer 2 Unser Plan ist also و در ادامه پلنمون رو توضیح میدیم. Nummer 3 Wir machen also folgendes. میگه که بنابراین ما کارهای ذیل رو انجام میدیم و یکی یکی کارها رو نام میبریم. خب دوستان این بود از چهارچوب کلی بخش پروبلم لوزونگ. خیلی ممنونم از شما که تا آخر این ویدیو همراه من بودید و یک خبر خوب براتون دارم و اون هم این که من تمامی موضوعات تایل پروبلم لوزونگ رو یک جا دسته‌بندی کردم و تمام اونها رو توی 13 دسته قرار دادم. تقریباً 60 الی 70 موضوع هست که تمام این 60-70 موضوع رو شما با این دسته‌بندی
میتونید پوشش بدید. برای اینکه جزوه‌های مربوط به این تایل رو تهیه کنید، به آیدی تلگرامی که در قسمت دیسکریپشن براتون نوشتم پیام بدید. خوندن این جزوه‌ها خیلی کارتون رو راحت میکنه و مثل یک جور لقمه آماده میمونه که فقط کافیه شما اونها رو بخونید و با آمادگی کامل سر جلسه حاضر بشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، خوشحال میشم که اون رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. به امید موفقیت همه شما عزیزان، خدا نگهدار.